بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در پناه خداوند مهربان اوقات خوشی رو سپری بکنید. حکمت‌های زندگی در دفتر 4 مثنوی رو با هم خوندیم و رسیدیم به حکمت 19 که به یاری خدا امروز سعی می‌کنیم که حکمت‌های 19 20 و 21 رو با هم دیگه بخونیم. 3 حکمت بسیار زیبا و عالی و واقعا نکته آموز. حکمت 19 رو اول میخونم، کلماتش رو یکم توضیح میدم و بعد میریم سراغ موضوع اصلیش. ای تو در بیگار خود را باخته. در بعضی از نسخه ها پیکار هست. ای تو در بیگار خود را باخته، دیگران را تو ز خود نشناخته. تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این، والله آن تو نیستی. یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حلق. این تو کی باشی که تو آن اوحدی، که خوش و زیبا و سرمست خودی. مرغ خویشی صید خویشی دام خویش، صدر خویشی فرش خویشی بام خویش. جوهر آن باشد که قایم با خود است، آن عرض باشد که فرع او شده است. گر تو آدم زاده ای چون او نشین، جمله ذریات را در خود ببین. چیست اندر خم که اندر نهر نیست، چیست اندر خانه که اندر شهر نیست. این جهان خم است و دل چون جوی آب، این جهان حجره است و دل شهر عجاب. ای تو در بیگار خود را باخته. بیگار یعنی کارهای بی ارزش و بی ثمر. خود را باختن یعنی حقیقت خود را از دست دادن. ای انسانی که خودت رو در کارهای بیهوده و بی ثمر باختی و دیگران رو تو ز خود نشناخته. دیگران به معنی آدم‌های دیگه یا انسان‌های دیگه نیست. دیگران یعنی منهای دروغین، یعنی چیزهای غیر از خودت رو از خودت تشخیص نمیدی و بنابراین در شناختن خودت دچار خطا میشی. ای آدمی که این ویژگی ها رو داری، تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این، والله آن تو نیستی. صورت یعنی تصویر، شکل، تصویر ذهنی. بیستی یعنی وای میستی، می ایستی. تو به هر صورتی و تصویری که میرسی وای میستی و میگی این منم. بعد مولانا میگه به خدا قسم این تو نیستی. یعنی خودت رو با تصویرهایی که از خودت داری یا با تصویرهایی که دیگران از تو به تو میدن اشتباه نگیر و خود واقعیت رو بشناس. یک زمان تنها بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حلق. اندیشه در اینجا به معنای ترسه. یک لحظه از انسانها دور میشی و دچار تنهایی میشی، تا حلقت یعنی تا همه وجودت غرق غم و ترس میشی. یعنی طاقت تنهایی رو نداری و به محض اینکه تنهایی برات پیش میاد غرق در غم و ترس میشی. این تو کی باشی که تو آن اوحدی، که خوش و زیبا و سرمست خودی. این کسی که از تنهایی میترسه، در تنهایی غمگین میشه، این تو نیستی. این یک من دروغینه، به خاطر اینکه تو آن اوحدی. اوحد یعنی یگانه، یکتا. تو آن موجود یکتایی هستی که خوش و زیبا و سرمست خودی. تو به خودت خوشی، تو برای خودت زیبا هستی، زیبنده خودتی و تو سرمست خودتی. اینا عالی ترین ستایش هایی هستند که مولانا از انسان کرده. انسان موجودی است که به جای اینکه سرمست دیگران باشه، به جای اینکه خوش باشه به دیگران و به امور بیرونی، میتونه خوش باشه به خودش، ابتهاج به ذات داشته باشه، سرمست خودش باشه. مرغ خویشی صید خویشی دام خویش، صدر خویشی فرش خویشی بام خویش. ای انسان تو پرنده خودتی، شکار خودتی، دام خودتی، تو بالای مجلس خودتی، فرش خودتی، عرش خودتی، بام خودتی. یعنی این چند تا تعبیر میخواد بگه که همه چیز تویی و تو به قدری بزرگی که همه هستی رو پر میکنی. بنابراین تو نباید از تنهایی بترسی. اون کسی که از تنهایی میترسه توی واقعی نیست، تصویری نادرسته که تو از خودت داری. جوهر آن باشد که قایم با خود است،
آن عرض باشد که فرع او شده است. جوهر طبق تعاریف فلاسفه ذاتیه که قائم به خودشه، موجودیه که قائم به ذاته و به دیگران وابسته نیست، و عرض یک مسئله فرعیه، یک امر فرعیه که قائم به دیگرانه. منظور از جوهر من واقعی انسانه. انسان جوهره و همه هستی در واقع عرضن و به او تکیه میکنن، یا همه شادی های این دنیایی که بیرونی هستن عرض هستن. بنابراین کافیه که ما بفهمیم که ما گوهریم، ما جوهریم، ما قائم به خود هستیم و نباید بیهوده انقدر زیاد به بیرون از خودمون تکیه کنیم. گر تو آدم زاده ای چون او نشین، جمله ذریات را در خود ببین. اگر تو فرزند آدمی مثل آدم بشین و تمام ذریات رو در خودت مشاهده کن. اشاره داره به آیه 172 از سوره اعراف. یه آیه بسیار عجیب و غریبیه و فراوان راجع به این آیه گفتن و نوشتن و هنوز هم ابهامای زیادی درباره این موضوع وجود داره. ترجمه آیه اینه که خداوند از پشت بنی آدم ذریه های اونها رو برگرفت و بعد از اونها پرسید که آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتن بله، تو پروردگار ما هستی. از این آیه اصطلاح الست خیلی مهم شده و معروف شده و عالم الست درست شده و اصطلاح هم ذر، یعنی اونها ذره بودن، این ذره هم معروف شده و عالم ذر از همین آیه گرفته شده. در تفاسیر خیلی حرفای عجیب و غریب راجع به اینها گفته شده، از جمله این که خداوند نطفه آدم رو تجزیه کرد به ذره های خیلی زیاد و بعد هر کدوم از اون ذره ها رو به یک انسان کامل تبدیل کرد و بعد از همه این ذره ها که انسان شده بودن پرسید که آیا من پروردگار شما نیستم؟ همه اقرار کردن به ربوبیت خدا. بعد دوباره خداوند این انسان ها رو جمع کرد داخل نطفه آدم و در طول تاریخ نسل پشت سر نسل در واقع اون ذریه آدم که اونجا اقرار کردن به ربوبیت خدا میان روی زمین و اینجا در واقع زندگی میکنن. در واقع همه ما یک بار به شکل اجمالی همه در واقع اقرار کردیم به ربوبیت خدا و الان به شکل تفصیلی در این جهان باید این کار رو انجام بدیم. من واقعا هیچ نظری درباره این مسائل ندارم و هیچ تخصصی ندارم و اظهار نظر هم راجع به این مسائل نمی کنم. فقط وظیفه من بود که اینو به شما بگم که بدونید این موضوع به این شکل مطرح شده. تفسیری که عارفان از این آیه میکنن اینه که حضرت آدم تمام ذریه خودش رو دید تا روز قیامت و مولانا میگه این موضوع اختصاصی به آدم نداره. تک تک ما انسان‌ها اینجوری هستیم، میتونیم بشینیم و تمام ذریات رو در خودمون ببینیم. ذریات رو میتونید به معنی فرزندان بگیرید ولی میتونید به معنی تمام موجودات بگیرید. یعنی انسان به قدری بزرگه که میتونه هستی رو در خودش بیابه، تمام موجودات رو در خودش بیابه. ساده ترین تفسیر این حرف همونه که سعدی شیرین سخن میگه که هر آن کس دانش برد توشه‌ای، جهانی است بنشسته در گوشه‌ای. انسان دانشمند و عالی و عاقل و فرزانه جهانیه که در یک گوشه نشسته، یعنی ظاهراً مثلا 70-80 کیلو گوشت و پوست و استخوانه ولی جهانی در او پنهان شده. در واقع او یک جهان ذهنی است در مقابل جهان عینی. اما سخن مولانا بالاتر از این موضوعه که بخواد بگه تو از جهت علمی میتونی تمام جهان رو در خودت جا بدی. از نظر او انسان انقدر سعه وجودی میتونه پیدا کنه که هستی رو در خودش بیابه. بنابراین اگر ما فرزند خلف حضرت آدمیم باید بتونیم تمام هستی رو در خودمون بیابیم. چیست اندر خم که اندر نهر نیست، چیست اندر خانه که اندر شهر نیست. هر چیزی که داخل یک خمره، داخل یک کوزه باشه حتما داخل رودخانه هم هست، به خاطر اینکه کوزه یک مقدار کمی از آب رودخانه رو در خودش داره. بنابراین نباید گمان کنیم که این کوزه همه آب رو در خودش داره. اصل آب توی رودخانه است. منظور از خم جهانه و منظور از نهر انسانه. میخواد بگه هر چی که در جهان هست در انسان هم هست. و چه چیزی در خونه میشه پیدا کرد که در شهر نیست؟ هر چی که در خونه هست توی شهر پیدا میشه. منظور از شهر انسانه و منظور از خانه جهانه. بیت بعدی این رو توضیح میده. این جهان خم است و دل چون جوی آب، این جهان حجره است و دل شهر عجاب. این جهان مثل یک کوزه است ولی دل انسان مثل یک نهر آبه. این جهان مثل یک اتاقه ولی دل انسان شهر عجایبه، شهر شگفت انگیزه.
دوستان عزیزم، همونطور که میبینید این حکمت عمیق راجع به 3 موضوع مهم صحبت میکنه. یکی راجع به مسئله خودباختگی که میگه تو به هر صورتی که بیای وای میستی و میگه این منم ولی این تو نیستی، و بعد میگه تو خودتو از دیگران نشناختی. دوم راجع به مسئله تنهایی و سوم راجع به مسئله عظمت انسان. اگرچه این 3 موضوع کاملا به هم مرتبطن، ولی من بیشتر در اینجا به بحث خودباختگی میپردازم و البته به اون 2 موضوع دیگه هم حتما اشاره خواهم کرد، چون کاملا به هم دیگه ربط دارن این موضوعات. دوستان عزیزم، همه ما دوست داریم خودمون رو بشناسیم. سوره اعراف آیه 172. همه ما دوست داریم خودمون رو بشناسیم، ولی میدونیم که موانع بسیار مهمی بر سر راه خودشناسی وجود داره. یکی از موانع مهمی که بر سر راه خودشناسی وجود داره و ما رو در شناختن خودمون به خطا میندازه اینه که من انسان پدیده‌ایه که ممکنه با پدیده‌های فراوانی اشتباه گرفته بشه. یعنی در کنار من راستین انسان که یک پدیده واحد بیشتر نیست، تعداد زیادی منهای دروغین و منهای پنداری وجود دارن و انسان ممکنه نتونه به روشنی تمام اونها رو از من حقیقی جدا کنه. ببینید مولانا گفت که دیگران را تو ز خود نشناخته، یعنی چیزهایی رو با خودت اشتباه گرفتی و نمیتونی خودت رو از اونها تشخیص بدی. به تعبیر خیلی زیبای مولانا، زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم. گویا در وجود هر کدوم از ما 2000 من وجود داره و البته یکی از اینها من واقعی ماست و بقیه اونها فریب‌ها و پندارهای بیش نیستن و ممکنه که البته ما در میان این پندارهای تو در تو گم بشیم و همه عمرمون رو با پندارها و در واقع گمانهایی که درباره خودمون داریم بگذرونیم. معنای این سخن چیه؟ معناش اینه که ما انسان‌ها خودی داریم و ناخودهایی، منی داریم و نامنهایی، اصلی داریم و عکسهایی، ذاتی داریم و خیالهایی. و تفکیک من از نامنها، تفکیک ذات خود از خیال خود، تفکیک اصل از عکس یکی از دشوارترین و در عین حال یکی از مهمترین وظایف هر کسیه که دلش میخواد خودش رو بشناسه. مولانا در جای دیگه درباره اولیای خدا اینطور میگه: سایه خود را ز خود دانستند، چابک و چست و گش و برجستند. ویژگی اولیاء خدا اینه که سایه‌شون رو از خودشون تشخیص دادن، یعنی تونستن بین اون چیزی که خود واقعیشون نیست و اون چیزی که خود واقعیشون هست تمایز قائل بشن و خودشون رو از سایه‌شون تشخیص دادن. تشخیص ذات خود از خیال خود یکی از دشوارترین گردنه‌های خودشناسیه و واقعا چه بسا کسی نتونه این 2 رو از همدیگه باز بشناسه. مولانا درباره خودش به یک اینجور تجربه اشاره میکنه. گفتم آخر خیش را من یافتم، در 2 چشمش راه روشن یافتم. گفت وهمم کان خیال توست هان، ذات خود را از خیال خود بدان. ببینید چقدر مهمه ذاتت رو از خیال تشخیص بده، تفکیک کن. مبادا که تو عمرت رو در سودای در واقع یک خیال بگذرونی و از من واقعی خودت غافل باشی. ممکنه دوستان این سوال برای شما پیش بیاد که آخه چه ضرورتی داره که ما باید من واقعیمون رو بشناسیم؟ واقعا مسئله مهمه، ما باید من واقعیمون رو بشناسیم. حداقل 3 دلیل برای این موضوع وجود داره. دلیل اولش اینه که ما اگر قصد داریم خودمون رو بسازیم، یعنی قصد داریم که خودسازی بکنیم، باید بدونیم که خودسازی مبتنی بر خودشناسیه. اگر کسی درک نادرستی از خودش داشته باشه و یکی از منهای دروغینش رو به عنوان من راستین خودش در نظر گرفته باشه، کاملا روشنه که تمام عمرش رو به تیمار اون من دروغین میگذرونه و از من راستین خودش غافل میشه. وقتی که من یک من دروغین رو به عنوان من واقعی خودم گرفتم، به جای اینکه من واقعیم رو بشناسم و بپرورم، اون من دروغین رو میشناسم و میپرورم. چون این کسی به تعبیر خیلی زیبا و دردناک مولانا مثل کسیه که تمام عمرش رو صرف ساختن یک خانه اما در زمین یک بیگانه کرده. شما کل زندگیتون پولاتون رو جمع کردید، رفتید یه خونه ساختید توی زمین. اون روزی که میخواید برید داخل اون خونه متوجه میشید که در زمین کسی دیگه خونه ساختید و باید اون خونه رو ترک کنید.
کسی که من دروغینی رو به عنوان من واقعی بگیره ممکنه کلی تلاش کنه برای خودسازی، ولی مثل کسی باشه که در زمین بیگانه خونه ساخته و این مصیبت خیلی بزرگیه. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه مکن. کیست بیگانه تن خاکی تو، یعنی نفس تو، که از برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، جوهر خود را نبینی فربهی. دلیل دوم اینه که ما نه بر اساس واقعیت وجودی خودمون، بلکه بر اساس تصوری که درباره خودمون داریم زندگی میکنیم. به تعبیر دیگه تصویرهایی که ما از خودمون داریم اینا هستن که ساماندهی احساسات و عواطف ما رو در دست دارن و ما بر اساس اونها تصمیم میگیریم و برنامه ریزی میکنیم. اگر کسی تصویر نادرستی از خودش داشته باشه، همه زندگی خودش رو بر پایه اون تصویر نادرست شکل میده. فرض کنید کسی واقعا ثروتمنده ولی خودش رو فقیر میدونه. طبیعیه که این شخص بر سر گنج مثل یک انسان بی‌نوا زندگی خواهد کرد و کسی که نیرومنده ولی گمان میکنه ضعیفه مثل یک شخص ناتوان زندگی میکنه. بنابراین ما بر اساس داشته های واقعیمون زندگی نمی کنیم، بر اساس تصوراتی که درباره خودمون داریم زندگی می کنیم. اگر خواستید کتاب تفکر زائد از شادروان محمد جعفر مصفا درباره این موضوع خیلی خوب توضیح داده. و دلیل سوم دور شدن از زندگی اصیله. اگر کسی با تصویری دروغین از خودش زندگی کنه، همه عمرش رو صرف نمایش میکنه و از زندگی طبیعی و اصیل دور میفته. زندگی طبیعی با من راستین خود باعث میشه که انسان از بودن سرشار بشه، از همه لحظات زندگی خودش بهره ببره و از نمایش و فریب رهایی پیدا کنه. اما کسی که تصویری نادرست از خودش داره و با اون تصویر داره زندگی میکنه، همه عمرش رو به نمایش بازی کردن برای تثبیت اون تصویر میگذرونه و به این ترتیب از زندگی واقعی دور میشه. کهف اندر کژ مخسب ای محتلم، آنچه داری وانما و فاستقم. ور نگویی عیب خود باری خمش، از نمایش و از دغل خود را مکش. خب حالا این سوال پیش میاد که من واقعی انسان چیه؟ در این باره بین متفکران و بزرگان اختلاف نظر وجود داره. مولانا مثل عموم عارفان خدا باور نظرش اینه که روح الهی انسان من واقعی انسانه. از نظر او این روح الهی که در همه انسانها وجود داره بی نهایت درخشان و نیرومنده و اگر کسی بتونه از همه توهم‌هایی که درباره خودش داره بگذره و حقیقت وجود خودش رو ببینه، در مقابل عظمت خیره کننده خودش تا ابد مات و متحیر میشه. به نظر مولانا انسان منبع تمام شادی ها و خوشی هاست و همه مطلوب هاش رو در خودش میتونه بیابه. از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی. اگر کسی خودش رو اینجور پیدا کرده باشه، از تنهایی سیر و ملول نمیشه و میتونه تا ابد مست خودش باشه و از زیبایی درون خودش لذت ببره. مولانا بارها در مثنوی با لحنی حماسی این موضوع رو مطرح کرده. من یک قطعه فوق‌العاده درخشان برای شما میخونم و از شما خواهش میکنم که در این سخنان واقعا تأمل کنید. خطاب به انسانه، خطاب به منه، خطاب به شماست. باده سرمایه ز لطف تو برد، لطف آب از لطف تو حسرت خورد. تو به قدری لطیفی که آب با همه لطافتش به لطافت تو حسرت میخوره و تو به قدری کانون مستی و شادی هستی که حتی شراب هم از لطف تو مایه میگیره. پادشاهی کن ببخشش ای رحیم، ای کریم ابن الکریم ابن الکریم. این بیت رو لطفا بذارید کنار. هر شرابی بنده این قد و خد، جمله مستان را بود بر تو حسد. هیچ محتاج می گلگون نیی، ترک کن گلگونه تو گلگونه ای. ای رخ چون زهره ات شمس الضحی، ای گدای رنگ تو گلگونه ها. باده کاندر خنب می جوشد نهان، ز اشتیاق روی تو جوشد چنان. ای همه دریا چه خواهی کرد نم، وی همه هستی چه می جویی عدم. ای مه تابان چه خواهی کرد گرد، ای که مه در پیش رویت روی زرد.
تو خوش و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باده کشی؟ تاج کرمناس بر فرق سرت، طوق اعطیناک آویز برت. جوهر است انسان و چرخ او را عرض، جمله فرع و پایه اند و او غرض. ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خویش را ارزان فروش. خدمتت بر جمله هستی مفترض، جوهری چون نجده خواهد از عرض. علم جویی از کتبها ای فسوس، ذوق جویی تو ز حلوا ای فسوس. بحر علمی در نمی پنهان شده، دریایی در یک قطره پنهان شده. در 3 گز تن عالمی پنهان شده، در یک قد خیلی کوچولو، در یک قد و قامت بسیار معمولی جهانی پنهان شده. می چه باشد یا سماع و یا جماع، تا بجویی زو نشاط و انتفاع. آفتاب از ذره ای شد وام خواه، زهره ای از خمره ای شد جام خواه. جان بی کیفی شده محبوس کیف، آفتابی حبس عقده اینت حیف. دوستان این نگاه به انسان خیلی شیرین و دلانگیزه، ولی متاسفانه برای عموم انسان‌های مثل من که آدم‌های معمولی هستیم قابل درک نیست. اگرچه این شعرها رو میخونیم جانمون گرم میشه، پر از انرژی میشیم، ولی حقیقتا من شخصا خودم درکی از این مسئله ندارم که در وجود من چون این در واقع روح والای درخشان بی نهایت عالی و خیره کننده‌ای وجود داره. شاید یه روزی برسه که عموم انسان‌ها بتونن روح الهی خودشون رو ببینن و غرق مشاهده خودشون بشن. اما تاریخ پشت سر بشر و وضعیت انسان‌های معاصر نشون میده که این نگاه خیلی نادره و انسان‌های انگشت شماری میتونن به این نگاه دست پیدا کنن. بنابراین لازمه که ما مطلب رو در یک سطحی بیان کنیم که برای عموم انسان‌ها قابل درک باشه. من به نظرم میرسه که حتی اگر اون نگاه عرفانی به انسان رو کنار بگذاریم، باز هم در این نکته جای تردیدی وجود نداره که انسان موجودی ارزشمنده و تواناست و قابلیت‌های شگفت‌آوری داره، اما با همه بزرگی و عظمتی که داره زندگی خودش رو وقف اهداف پست و حقیر میکنه و به این ترتیب از حقیقت حال خودش بیخبر میشه. یه داستانی مولانا در مثنوی آورده که یک مارگیری بود، میرفت توی کوه و بیابون، ماری رو شکار میکرد، میومد مردم رو جمع میکرد، یه معرکه‌ای ترتیب میداد و بعد این مار رو نمایش میداد و از مردم پول میگرفت. مردم هم سر از پا نشناخته در این هنگامه حاضر میشدن، به تماشای مار میپرداختن و به اون مارگیر پول میدادن. مولانا میگه که هم این مارگیر و هم اون تماشاچیان از این نکته مهم غافل بودن که زیبایی حقیقی در درون خودشونه و اگر اون رو بفهمن از هر گونه معرکه و شعبده و هنگامه بی نیاز میشن. مولانا خیلی با تأسف در اینجا صحبت میکنه، میگه این انسانی که شهر عجایبه، این انسانی که معدن شگفتی هاست، به جای اینکه غرق در خودش بشه و از بزرگی خودش شگفت زده بشه، میره وقت شریفش رو صرف مشاهده یک مار میکنه و در واقع یک نمایش رو مشاهده میکنه و شگفت زده میشه. مارگیر از بحر حیرانی خلق، مار گیرد اینت نادانی خلق. آدمی کوهی است چون مفتون شود، کوه اندر مار حیران چون شود. خویشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خویشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خویش بر دلقی بدوخت. 100,000 مار و که حیران اوست، او چرا حیران شده است و مار دوست. از ابیاتی که در این حکمت با هم دیگه خوندیم میشه دریافت که از طریق آزمون تنهایی میتونیم بفهمیم که آیا ما با من واقعیمون زندگی میکنیم یا با منهای دروغینمون. این آزمون تنهایی خیلی خوب این نکته رو میتونه نشون بده. کسی که با من واقعی خودش زندگی میکنه از تنهایی نمیترسه، به خاطر اینکه در درون خودش انقدر زیبایی و شکوه و آرامش داره که میتونه از تنهایی لذت ببره. ولی کسی که با من پندارین خودش زندگی میکنه از تنهایی میترسه، به خاطر اینکه تنهایی او رو با من واقعی خودش که به شدت تهی و حقیرش کرده روبرو میکنه.
بنابراین اگر میخوایم خودمون رو بشناسیم لازمه که به مواجهه خودمون با تنهایی توجه کنیم. کسی که به محض تنها شدن بیدرنگ به دنبال سرگرمی ها و مشغولیت های گوناگون میره، معلوم میشه که از خودش فراریه و طاقت روبرو شدن با خودش رو نداره. این موضوع رو در یک سخن مهم از شبلی، عارف بزرگ مسلمان، میتونیم ببینیم. من به نقل از ترجمه رساله قشیریه اون رو برای شما میخونم. از استاد ابو علی شنیدم، منظورش ابو علی دقاق هست، از استاد ابو علی شنیدم رحمه الله که شبلی گفت یا مردمان الافلاس الافلاس، یعنی مراقب ورشکستگی باشید، از ورشکستگی بترسید، به ورشکستگی توجه کنید. گفتند یا بابکر علامت افلاس چیست؟ گفت از علامت افلاس استیناس بود به مردمان. اون گونه که از سخن شبلی برمیاد، استیناس نشانه افلاسه، یعنی انس بیش از حد گرفتن به آدم‌ها و مدام دنبال دیدن آدم‌ها و رابطه با انسان‌ها رفتن نشانه ورشکستگی درونیه. انسانی که اصلاً طاقت تنهایی رو نداره و به محض اینکه تنهایی برای او پیش میاد بلافاصله به کتاب، به روزنامه، به تلویزیون، به گوشی، به لپتاپ، به آیپد، به رابطه، به سرگرمی، به کار پناه میبره، این انسان واقعاً باید بدونه که یا بیماره یا درون او مثل برهوته، درون او ورشکسته است. کسی که طاقت تنهایی رو نداره و به سرعت به چیزی بیرون از خودش پناه میبره، به احتمال زیاد از نظر روحی در وضعیت مناسبی قرار نداره. باید اینو بدونیم که تنهایی اگر باعث آرامش عمیق و شادی اصیل بشه و در عین حال شخص رو از روابط سالم با دیگران دور نکنه، میتونه نشانه سلامت روانی باشه. انسان سالم از بودن در کنار دیگران لذت میبره و با شادی و نشاط تمام در بین انسانها حاضر میشه، ولی از تنهایی هم لذت میبره. در واقع انسان سالم در جمع باشه میتونه با آدمها به راحتی ارتباط برقرار کنه و از جمع لذت ببره. تنها هم که بشه به بهترین وجه ممکن از تنهایی خودش میتونه لذت ببره. اما انسان ناسالم نه از جمع لذت میبره و نه از تنهایی. این موضوع واقعا موضوع خیلی مهمیه دوستان عزیزم و ما باید حتما به اون توجه بکنیم. از آزمون تنهایی استفاده کنیم، ببینیم میتونیم 4-5 ساعت تنها باشیم و به چیزی در بیرون از خودمون توجه نکنیم یا نه. اگر دیدیم که اصلا طاقت تنهایی نداریم، این به احتمال زیاد میتونه نشون دهنده این باشه که ما در وضعیت مناسبی از جهت روحی نیستیم. انسانی که درون پر از انرژی و پر از نور و پر از فضیلت خودش رو کشف کرده باشه، از تنها بودن با خود پرهیز نمی‌کنه، ولی این تنها بودن با خود بیمارگونه نیست. او در عین حال از حضور در جمع هم میتونه نهایت بهره رو ببره. دوستان بریم سراغ حکمت 20. نشانه نزدیک شدن به خداوند. چون که بلقیس از دل و جان عزم کرد، بر زمان رفته هم افسوس خورد. ترک مال و ملک کردو آنچنان، که به ترک نام و ننگ آن عاشقان. آن غلامان و کنیزان بناز، پیش چشمش همچو پوسیده پیاز. باغها و قصرها و آب رود، پیش چشم از عشق گلخن می نمود. عشق در هنگام استیلا و خشم، زشت گرداند لطیفان را به چشم. هر زمرد را نماید گندنا، غیرت عشق این بود معنی لا. لا اله الا هو این است ای پناه، که نماید مه تو را دیگ سیاه. چون ز وحدت جان برون آرد سری، جسم را با فر او نبود فری. چون برآید گوهر از قعر بحار، بنگری اندر کف و خاشاک خار. سر برآرد آفتاب با شرر، دم عقرب را که سازد مستقر. خب دوستان بخونیم یه بار بیت‌ها رو. وقتی که بلقیس از دل و جان تصمیم گرفت که برگرده به طرف حضرت سلیمان و ایمان بیاره به خدا، یکی از اتفاقایی که براش افتاد این بود که بر زمان رفته افسوس خورد، یعنی پشیمان شد، حسرت خورد که چرا من عمرم رو اینقدر از خداوند و اولیاء او دور بودم.
و اتفاق بعدی که افتاد این بود که ترک مال و ملک کرد او آنچنان که به ترک نام و ننگ آن عاشقان. همونطور که عاشقان نام و ننگ رو ترک میکنن، یعنی در گرو نام و ننگ نیستن، یعنی از خوشنامی و بدنامی نمیترسن، دنبال جلب خوشنامی و دنبال پرهیز از بدنامی نیستن، همونجور به راحتی بلقیس هم از حکومتش و اموالش صرف نظر کرد. آن غلامان و کنیزان بناز، پیش چشمش همچو پوسیده پیاز. بناز یعنی نازنین، یعنی زیبا و دلانگیز. وقتی که بلقیس ایمان آورد، اون غلام‌های زیبارو، اون کنیزان نازنین در برابر چشم او مثل پیاز پوسیده بی ارزش شدن. یعنی ایمان واقعی در درون او جا گرفت و زیبایی‌های دنیا در نظر او زشت شدند. نه اینکه او ایمان آورده بود و همچنان به جاذبه‌های دنیایی وابسته بود. خب بلقیس یک ملکه بود، یه پادشاه بود، باغ داشت، کاخ داشت، داخل باغ‌های او و کاخ‌های او رودخانه‌های آب و نهرهای آب جاری بودند. باغ‌ها و قصرها و آب رود پیش چشم از عشق گلخن می‌نمود. گلخن یعنی جای خیلی کثیف و متعفن، جای بسیار بدبو و کثیف. اون باغ‌ها و قصرها و آب‌های رودخانه‌ها در برابر چشم بلقیس به خاطر عشقی که پیدا کرده بود به خداوند خیلی زشت و بد شده بودن. عشق در هنگام استیلا و خشم، زشت گرداند لطیفان را به چشم. استیلا یعنی غلبه، سلطه، سیطره. عشق اگر سلطه و سیطره پیدا کنه بر کسی، تمام لطیفان و زیبارویان دیگر رو در نظر او زشت میکنه. در واقع کسی که با تمام وجود عاشق یک شخص باشه، یکی از نشانه هاش اینه که دیگه آدمای دیگه در نظر او زشت میشن و اصلا نمیتونه به آدمای دیگه توجه کنه. دوستان لطفاً اصل مطلب رو بگیرید ها. اینی که شخص دیگه نمیتونه به هیچ زیباروی دیگه توجه کنه، این معناش این نیست که او وحشیانه میشه دشمن همه آدم‌ها و به همه بی‌احترامی میکنه. نه، اون نوع رابطه‌ای که مبتنی بر وابستگی به زیبارویان بود اون رو از دست میده، ولی به عنوان انسان البته به اونها احترام میگذاره. باغ‌ها و قصرها در نظر او زشت میشن به این معنا که دیگه وابستگی به اونها پیدا نمیکنه، ولی البته از دیدن اونها شادمان میشه و خوشحال میشه. هر زمرد را نماید گندنا، غیرت عشق این بود معنی لا. فاعل نماید در بیت ششم غیرت عشقه. عشق در هنگام استیلا و خشم زمرد رو مثل گندنا نشون میده. گندنا یک گیاه در واقع بدبو و خیلی معمولیه. زمرد را گندنا نشون دادن یعنی حتی زمرد رو با تمام ارزشش در نظر انسان بی ارزش میکنه. غیرت عشق زمرد رو به گندنا در واقع تبدیل میکنه در نظر عاشق و این معنی لا هست. لا در اول کلمه توحید یعنی لا اله الا الله، هیچ خدایی جز الله نیست. اون لا معنیش اینه که وقتی تو گفتی الله معبود منه، باید غیر الله در نظر تو سرد بشن، بی فروغ بشن و تمام بزرگی و عظمت خودشون رو از دست بدن. لا اله الا الله رو میخواد توضیح بده. معناش چیه؟ معناش اینه که ماه با تمام درخششش در نظر ما مثل یک دیگ سیاه بشه. بنابراین وقتی که میگیم هیچ معبودی جز الله نیست، الله رو میشناسیم، عشق الله میاد توی وجود ما و بر اثر عشق الله و پر شدن از عشق خداوند، ماه نماد در واقع زیبایی های دنیاست. تمام زیبایی های این دنیا در نظر ما زشت و بی فروغ میشن. چون ز وحدت جان برون آرد سری، جسم را با فر او نبود فری. اگر جان ما از وحدت سری بیرون بیاره، یعنی اگر به مقام وحدت با خداوند برسه، اون وقت بدن با تمام زیبایی‌هاش هیچ زیبایی نداره. یعنی با وجوده، علی رغمه. جسم با وجود فری که داره، یعنی زیبایی که داره، هیچ زیبایی براش نمیمونه. پس یکی از نشانه‌های این که شخص به وحدت با خداوند رسیده اینه که وابستگیش به جسم رو از دست خواهد داد. چون برآید گوهر از قعر بحار، بنگری اندر کف و خاشاک خار. روی دریا کف داره، خار و خاشاک داره و ممکنه که انسان
اون کف و خار و خاشاک رو دریای واقعی بدونه و شیفته اون بشه. ولی اگر کسی بره ته دریا و از ته دریا مروارید صید کنه، اون وقت طبیعیه که دیگه نمیتونه به خار و خاشاک توجه کنه. در واقع کسی که همچنان شیفته خس و خاشاکه، این انسان معلومه که به مروارید نرسیده، یا اگر به مروارید رسیده نمیدونه که به مروارید رسیده. سر برآرد آفتاب با شرر، دم عقرب را که سازد مستقر. دم عقرب یک اصطلاح در واقع نجومیه، اونو به همین معنای معمولیش نگیرید. دم عقرب در اینجا استعاره از یک ستاره کوچیک و معمولیه. در شب خب ما از ستاره ها نور میگیریم و ستاره ها در نظر ما میدرخشن، ولی به محض اینکه روز میشه و خورشید میاد بیرون، تمام ستاره ها ناپدید میشن. وقتی که خورشید باشرر یعنی درخشان، شعله ور، وقتی که خورشید میاد و آشکار میشه، چه کسی میاد به نور یک ستاره پناه ببره و از نور یک ستاره استفاده بکنه؟ همه اینها به مناسبت داستان بلقیس بود. خب بریم سراغ توضیح این حکمت واقعا عمیق و درخشان. داستان سلیمان و ملکه سبا که به بلقیس معروفه، در سوره نمل از آیه 20 تا آیه 44 اومده. از شما خواهش میکنم اگر فرصت کردید حتما این داستان رو چند بار با دقت بخونید. سوره نمل نون میم لام از آیه 20 تا آیه 44. در این 24 تا آیه واقعا نکته های خیلی زیادی وجود داره که این نکته ها میتونن دستمایه انواع تفسیرها قرار بگیرن. مولانا به عنوان یک انسان بسیار عمیق و نکته سنج و دقیق که میتونه از هر مسئله یه تحلیل در واقع عرفانی، اخلاقی، دینی، روانشناختی ارائه بکنه، به این داستان خیلی زیاد توجه کرده. در دفتر دوم از بیت 1601 به بعد و در دفتر چهارم از بیت 563 به بعد به تفصیل داستان بلقیس رو به شعر در آورده. ابیات حکمتی که الان داریم میخونیم در ضمن دفتر چهارم اومده و واقعا مولانا در دفتر چهارم از داستان بلقیس و سلیمان یک حماسه بزرگ عرفانی ساخته و به قدری نکته‌های لطیف و عمیق و دقیق ازش استنباط کرده که حد نداره. نکته‌ای که مولانا در این حکمت برای ما بیان میکنه با توجه به داستان بلقیس و سلیمان اینه که بلقیس پادشاه در واقع سرزمین سبا بود. حضرت سلیمان نامه‌ای برای او نوشت و او متوجه شد که سلیمان پیامبر خداست. دست از حکومت برداشت، اومد پیش سلیمان و به خدای یگانه ایمان آورد. بسیار انسان سلیم النفس و شریفی بوده. خب این بلقیس قبلا قصر داشت، باغ داشت، پول خیلی زیاد داشت، غلام داشت، کنیز داشت، شهرت داشت، شکوه و حشمت داشت و هر چه که دلتون بخواد داشت. اما وقتی که به سلیمان ایمان آورد و به خداوند ایمان آورد، به معنای واقعی کلمه تمام اون نعمتها و شکوه و عظمت افسانه او در نظرش سرد و بیفروغ شد و او به آسونی وابستگی خودش رو به تمام اونها از دست داد. این نکته‌ایه که مولانا در اینجا مطرح کرده و با اجازهتون من یه مقداری این نکته رو شرح میدم. دوستان عزیزم، مولانا در این حکمت به نکته خیلی مهمی اشاره کرده و اون نکته اینه که یکی از نشانه‌های رشد سرد شدن جاذبه‌های مراحل پیشین بر دل انسانه. یعنی اگر انسان رشد کنه و به مرحله بالاتر برسه و واقعاً به مرحله بالاتر برسه، نه اینکه توهم پیدا کنه که به مرحله بالاتر رسیده، اگر به مرحله بالاتر برسه یک نشونش اینه که تمام جاذبه‌های مراحل قبلی در دل او سرد میشن. اگر کسی به درستی رشد کرده باشه و در راه خودش پیش رفته باشه، به تدریج وابستگی‌های خودش رو به جاذبه‌ها و زیبایی‌ها و لذت‌های مراحل فرودین یعنی مراحل قبلی از دست میده و دیگه به هیچ وجه نمیتونه به اونها برگرده یا به اونها توجه کنه. به عبارت دیگه جاذبه‌های مراحل قبلی هر گونه نیرویی رو از دست میدن اگر شخص به مرحله بالاتر رسیده باشه و به هیچ وجه نمیتونن او رو وسوسه کنن. بنابراین کسی که گمان میکنه به یک درجه بالا رسیده، به یک مرحله بالا رسیده، ولی همچنان جاذبه های مراحل قبلی او رو وسوسه میکنن و او رو به طرف خودشون میکشونن،
کاملا معلومه که این شخص رشد نکرده و همچنان در مرحله قبلی باقی مونده. اجازه بدید که یک مثالی بزنم. همه دختر بچه ها عاشق عروسک هستن و واقعا با عروسک هاشون خیلی عاشقانه رفتار میکنن، عروسک ها رو تر و خشک میکنن، به عروسک ها غذا میدن، لباس بر تن عروسک ها میپوشونن، عروسک ها رو میشورن، رابطه عاطفی عمیق با عروسک های خودشون برقرار میکنن. و خیلی از خانم‌ها رو من دیدم در اطراف خودم یا در میان دانشجوام که حتی تا 20 سالگی 25 سالگی همچنان عروسک هاشون رو دوست دارن. ولی اگر دختر خانمی بزرگ شد و ازدواج کرد و صاحب یک نوزاد واقعی شد، تمام تمایلات خودش رو نسبت به عروسک‌هاش از دست میده. دختری که نوزاد واقعی داره ولی همچنان شیفته عروسک‌های خودشه و دلش برای عروسک‌هاش تنگ میشه و اوقاتش رو بیشتر با عروسک‌هاش میگذرونه تا با بچه خودش و حاضر بچه‌ش رو رها کنه و بره پیش عروسک‌هاش، قطعاً این دختر آدم بیماریه، آدم مریضیه و باید درمان بشه. مادر شدن باعث میشه که عروسک به طور کامل از حوزه علایق این دختر بره بیرون و او به طور کامل عروسک ها رو فراموش کنه، نه اینکه عروسک ها او رو وسوسه کنن و او در مقابل این وسوسه بایسته. یعنی مادر شدن باعث میشه که عروسک از ذهن او پاک بشه و او دیگه اصلا نتونه و نخواد که به این عروسک ها توجه کنه. لعبت مرده یعنی عروسک بیجان. لعبت مرده بود جان طفل را. عروسک مرده برای بچه، برای دختر بچه مثل جان عزیزه. تا نگشت او در بزرگی طفلزا، مادامی که او خودش بچه زا نشده باشه، بچه به دنیا نیاورده باشه، عاشق عروسکاشه. دوستان، نکته خیلی مهم اینه که این مادر اصلا نیازی به جنگیدن با وسوسه خودش در برابر جاذبه عروسک ها نداره، اصلا نیاز نداره. تولد نوزاد عروسک رو به طور کامل از یاد این مادر میبره. از این مثال کاملا روشن میشه که رشد واقعی به تمام وسوسه ها و جاذبه های دیگه پایان میبخشه. یه مثال دیگه بزنم. کسی که در مقطع دکترا داره درس میخونه به طور کامل تمام علایق خودش رو به کتاب‌های دوره ابتدایی از دست میده. منظورم این نیست که ممکن این شخص در واقع متخصص دوره دبستان باشه و بره کتاب‌های دبستان رو بخونه برای تألیف، برای نقد، برای اینجور چیزها. منظورم این نیست دوستان. اگر کسی دانشجوی دوره دکتریه یا اصلا دکتر شده و همچنان از خوندن کتاب‌های دوره دبستان لذت میبره و کتاب‌های دبستان برای او از کتاب‌های علمی سطح بالا جاذبه بیشتری دارن، معلومه که این شخص به معنای واقعی کلمه استاد نشده و در علم پیشرفت نکرده. ده‌ها و شاید صدها مثال دیگه میتونیم برای این موضوع پیدا کنیم. با توجه به این مثال‌ها میتونیم وضعیت روانی شخص معنوی رو بفهمیم. کسی که حقیقتاً از نظر معنوی رشد کرده باشه به هیچ وجه توجهی به جاذبه‌های دنیایی مثل ثروت و قدرت و شهوت و لذت و شهرت و امثال اونها نداره. دوستان، یعنی این چیزهایی که اینقدر برای امثال ما وسوسه کننده هستن و ما باید مدام با خودمون بجنگیم که جذب اونها نشیم، اینها تمام جذبه هاشون رو و تمام زیبایی هاشون رو برای آدم های معنوی از دست میدن. دقیقاً مثل اون خانمی که مادر شد و دیگه اصلاً به عروسک فکر نمیکنه. اصلاً نباید فکر کنیم که این امور یعنی ثروت و قدرت و شهوت و شهرت برای شخص معنوی جاذبه دارن و او در برابر این جاذبه ها مقاومت میکنه و با وسوسه های خودش میجنگه. اصلا اینجوری نیست. درست اینه که سرشار شدن از نور خدا به طور طبیعی تمام جاذبه ها و لذت های دنیایی رو در نظر شخص سرد و بیفروغ میکنه و اونها رو از حیطه نگاه او خارج میکنه به طوری که اصلا نمیتونه اونها رو ببینه. درست مثل همون دختر بچه‌ای که به شما عرض کردم. بنابراین اگر کسی گمان میکنه از حیث معنوی رشد کرده ولی امور پست و حقیر همچنان برای او جذابیت دارن، معلوم میشه که او در توهم رشد به سر میبره، واقعا رشد نکرده. دوستان، این موضوع که رشد معنوی جذابیت‌های دنیا رو در نظر انسان سرد و بیفروغ میکنه، یکی از اصول بنیادین سلوک عرفانی از نظر مولاناست و مولانا در سطوح مختلف به بررسی این اصل پرداخته. برای نمونه بحث‌های توبه، توحید
بخشش و عشق رو مولانا از همین چشمانداز بررسی میکنه و میگه اگر این فضیلت‌ها یعنی توبه و بخشندگی و عشق و توحید در ما در واقع پدید بیان و رخ بدن، چه اتفاقایی در درون ما میفته. بعضی از صحبت‌های مولانا در اینجا واقعا سطحشون بالاست و شاید به درد خیلی از ماها نمیخوره، ولی تعداد دیگه از صحبتاش برای ماها هم راهگشاست و میتونیم از اونها هم استفاده بکنیم. من در ادامه به دو بخش از سخنان مولانا راجع به این موضوع صحبت میکنم. یکی بخش جاذبه ها و یکی هم بخش سرچشمه ها، یعنی سرچشمه هایی که باعث میشن اون جاذبه ها در نظر ما در واقع ارزش خودشون رو از دست بدن. اول بریم سراغ جاذبه ها. اون جاذبه هایی که بر اثر رشد معنوی از چشم سالک میفتن کدوما هستن؟ من به چند تاشون اشاره کردم. جاذبه های دنیایی مثل ثروت، مثل شهرت، قدرت، شهوت و امثال اونها در نظر شخص از بین میرن. جاذبهشون از بین میره و رشد معنوی باعث میشه که شخص دیگه به اینها اصلا توجه نکنه. دوستان تو پرانتز عرض میکنم، وقتی که میگم رشد معنوی باعث میشه که شخص به ثروت و قدرت و شهوت و شهرت توجه نکنه، این معناش این نیست که اینا رو از زندگی خودش حذف میکنه. معناش اینه که از زندان اینها آزاد میشه، از وابستگی به اینها آزاد میشه، ولی چون اینها جزء نیازهای طبیعی انسان هستن، در حد همون نیازهای طبیعی ازشون استفاده میکنه و از این که عمرش و زندگیش و وقف این کارها بکنه پرهیز میکنه. مسئله اصلی در واقع گرفتن اون وابستگی است، وابستگی عاطفی. اون وقت اگر شخص از جاذبه پول رهایی پیدا کرد، میتونه پول به دست بیاره و هم خودش از پول استفاده کنه به نحو احسن و هم از پولش به دیگران بده. از قدرتش میتونه استفاده کنه برای خودش و برای دیگران، ولی وابستگی عاطفی به اینها نداره. این یکی. و دوم این که وابستگیش به اینها باعث توقف رشد معنوی او نمیشه. و سوم این که اگر بین این امور و حق تعارض ایجاد بشه، شخص به راحتی میتونه جانب حق رو بگیره، نه جانب این جاذبه ها رو. وقتی که میگیم این جاذبه ها در نظر شخص بی‌فروغ میشن، به این مسائل توجه میکنیم بیشتر. خب اما تمام جاذبه هایی که مولانا راجع بهشون صحبت میکنه اینها نیستن، این مسائل مادی. پاره ای از مسائل معنوی هم میتونن جزء این جاذبه ها باشن که من به 3 تاشون اشاره میکنم. یکی عقل و علمه. تردیدی وجود نداره که عقل و علم خیلی با ارزش هستن، هنر و فضیلت خیلی خیلی با ارزشن، ولی مولانا میگه اگر ما به مقام در واقع وحدت، به مقام وصال حق برسیم، عقل و هنر و علم و فضیلت ها تمام جاذبه هاشون رو برای ما از دست میدن و ما دیگه اصلا نمیتونیم به اونها توجه کنیم. چون ببیند کاله‌ای در رب بیش، سرد گردد عشقش از کالای خیش. من یه کالایی دارم، حالا یه کالای خیلی با ارزش‌تر پیدا شده که من میتونم اونو به دست بیارم، به شرط اینکه این کالایی رو که دارم از دست بدم. به سودای رسیدن به یک کالای بهتر من به راحتی از کالای بدتر دست برمیدارم. گرم زان مانده است با آن کو ندید، کاله های خیش را ربح و مزید. همچنین علم و هنرها و حرف، چون ندید افزون از آنها در شرف. مولانا فعل جمله رو حذف کرده. ما در واقع به کالای پست خودمون میچسبیم به خاطر اینکه کالای بهتر رو ندیدیم، سود رو ندیدیم. همچنین است درباره علم و هنرها و حرفه ها. همچنین علم و هنرها و حرف، چون ندید افزون از آنها در شرف، وابسته شد به اونها. دومین جاذبه‌ای که مولانا معرفی میکنه تخیل و تصوره. تخیل و تصور در عرفان خیلی با ارزشن. یعنی برای کسی که درکی از خدا نداره و به تعبیر مولانا مست خیاله و مست تصویره، چاره‌ای جز این نیست که خیالی درباره خدا بسازه و با اون خیال زندگی کنه. و دوستان این خیال اصلا بد نیست. من تو کانال تلگرامی یک یادداشتی دارم با عنوان خیال معشوق، اگر خواستید اونو بخونید. خیلی خیال معشوق در عرفان اهمیت داره. ما از طریق خیال خدا و خیال معشوق به تدریج میتونیم به وصال خداوند برسیم. در واقع خیال دلال وصاله و مولانا به این موضوع اشاره میکنه. حافظ هم فراوان راجع به خیال معشوق صحبت کرده. گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم، گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید. اما با وجود همه ارزشمندی که تخیل و تصور در سلوک عرفانی داره،
تخیل و تصور مثل اسباب بازیه و فقط به درد سالکان نوپا میخوره. اگر کسی به مراحل بالاتر برسه و به وصال برسه، به طور کامل از تخیل و تصور فارغ میشه. این تصور و این تخیل لعبت است، تا تو طفلی پس بدانت حاجت است. چون ز طفلی رست جان شد در وصال، فارغ از حس است و تصویر و خیال. و سومین جاذبه تن و جانه. مولانا به این نکته اشاره میکنه اگر کسی جاودانگی روح رو بفهمه و نقش مرگ رو در وصال خداوند بفهمه، تمام دلبستگیش رو به تن خودش از دست میده و به هیچ وجه از مرگ بدن نمیهراسه. این موضوع البته اختصاصی به عرفان نداره دوستان. در همین دنیای مادی هم میبینیم که اگر کسی به دنبال نام باشه و بخواد خوشنام بشه، ممکنه به راحتی از سر جان برخیزه و جان خودش رو ترک کنه. شخص دیگری ممکنه برای وطنش به راحتی از جان خودش بگذره. در واقع توجه به نام و توجه به وطن باعث میشه که جان و تن ما ارزش خودشون رو از دست بدن. تا به از جان نیست جان باشد عزیز، چون به آمد نام جان شد چیز لیز. چیز لیز یعنی چیز بی ارزش. حالا که بعضی از مسائل مادی مثل نام و وطن میتونن بعضی از مسائل مثل تن و جان رو به محاق ببرن، خب تردیدی وجود نداره که مسائل معنوی به معنای دقیق کلمه میتونن وابستگی ما به تن و جان رو از بین ببرن. یک نمونه عالی این موضوع داستان ساحران فرعونه. خیلی داستان عجیبیه دوستان. ساحران اومده بودن حضرت موسی رو شکست بدن، ولی حضرت موسی اونا رو شکست داد و اونا فهمیدن که موسی جادوگر نیست و یک نیروی واقعی داره. بنابراین به موسی ایمان آوردن و فرعون خیلی عصبانی شد. دستور داد که اونها رو به تنه‌های نخل ببندن، دست و پای اونها رو چپ و راست قطع کنن و اونها رو بکشن. و خیلی عجیبه که اونها گفتن لا ضیره، یعنی ما از این که دست و پامون رو قطع کنید ترسی نداریم، انا الی ربنا منقلبون، ما داریم به سوی خدا برمیگردیم. اینی که در عرض چند دقیقه یا چند ساعت یک کسی ایمان بیاره و به جایی برسه که بتونه به راحتی از تن و جان خودش بگذره، این پدیده خیلی خیلی عجیبیه و مولانا خیلی به این موضوع توجه کرده. واقعا به نظر مولانا ساحران فرعون حقیقت بالاتری رو دیده بودن، بنابراین به هیچ وجه نگران از دست رفتن بدن خودشون نبودن. اونها درخشش و عظمت جان الهی خودشون و ارزش وصال خدا رو دیده بودن، به همین خاطر از همه ترس‌ها و بیم‌ها درباره تنشون رهایی پیدا کرده بودن. ساحران را نه که فرعون لعین، کرد تهدید سیاست بر زمین، که ببرم دست و پاتان از خلاف. از خلاف یعنی برعکس، یعنی دست راست با پای چپ، دست چپ با پای راست. پس در آویزم ندارم تان معاف، او همی پنداشت کیشان در همان، وهم و تخویفند و وسواس و گمان، که بودشان لرزه و تخویف و ترس، از توهمها و تهدیدات نفس. او نمیدانست کیشان رستند، بر دریچه نور دل بنشستند، سایه خود را ز خود دانستند. تو حکمت قبلی داشتیم که باید سایه خودمون رو از خود واقعیمون تفکیک کنیم. سایه خود را ز خود دانستند، چابک و چست و گش و برجستند، اصل این ترکیب را چون دیده اند، از فروع وهم کم ترسیده اند. دوستان من به همین 3 جاذبه اکتفا میکنم. بنابراین رشد معنوی باعث میشه جاذبه های مادی و جاذبه های معنوی پایینتر در نظر انسان سرد و بیفروغ بشن. حالا بریم سراغ علل سرد شدن این جاذبه ها در چشم انسان. چه عواملی باعث میشن که این جاذبه ها در نظر انسان در واقع سرد و بیفروغ بشن؟ مولانا به چند تا اشاره کرده که من 4 تاشون رو برای شما عرض میکنم. اولین علت ایمان به موهبت‌های فراوان هستی و پاداش‌های الهیه. از نظر مولانا یکی از مبانی بخشندگی اینه که شخص باید به مرحله بالاتری از رشد برسه و به موهبت‌های فراوان هستی ایمان داشته باشه. دوستان ما واقعا بخشندگی برامون سخته، یعنی میخوایم به نیازمندان کمک کنیم،
حتی چیزهایی رو کمک کنیم که هیچ وقت بهشون احتیاج نداشتیم و یقین داریم تا آخر عمرمون هم هیچ وقت به اونها احتیاج نخواهیم داشت، با این حال دست و دل ما میلرزه. ازتون خواهش میکنم این تمرین رنجاور رو انجام بدید. 1 ساعت با خودتون خلوت کنید، به محیط خونتون نگاه کنید و ببینید چقدر وسایلی دارید که سالهاست ازشون استفاده نکردید و تا آخر عمر هم به احتمال زیاد هیچ وقت استفاده نخواهید کرد، ولی کسانی هستن که به اندکی از این وسایل نیاز دارن. اما از خودمون بپرسیم چرا دست و دل ما نمیره برای بخشیدن؟ پاسخ مولانا اینه که از سر مال برخاستن و مال رو به نیازمندان دادن، نیازمند اینه که انسان چشمش پر باشه، به پاداشهای الهی ایمان داشته باشه و به موهبتهای فراوان هستی ایمان داشته باشه، یعنی از ذهنیت فراوانی برخوردار باشه. کشاورزی رو در نظر بگیرید که یقین داره هر دانه‌ای که بکاره زیر زمین، این دانه چند ماه بعد چند 10 برابر یا چند 100 برابر به سوی او برخواهد گشت. اگر شخص به این یقین رسیده باشه، با شوق و ذوق تمام انبار دانه های خودش رو خالی میکنه و تمام دانه های خودش رو به زمین میسپره و از تهی شدن انبارش و سپردن دانه ها به زمین هیچ بیمی به خودش راه نمیده. کسی هم که به پاداش های الهی و نعمت های او ایمان داشته باشه، به راحتی تمام میتونه از دارایی های خودش به دیگران ببخشه به شکل متعادل و دیگران رو در دارایی های خودش سهیم و شریک کنه. اگر کسی از چنین نگاه رفیعی به هستی بنگره، کمترین تعلق خاطری به اموال خودش پیدا نمیکنه. گفت پیغمبر که جاد فی السلف بالعطیه من تیقن بالخلف. هر کسی که به جانشین و به پاداش یقین داشته باشه، به راحتی دست جود باز میکنه و میبخشه. هر که بیند مر عطا را 100 عوض، زود در بازد عطا را زین غرض. جمله در بازار از آن گشتند بند، تا چو سود افتاد مال خود دهند. زر در انبانها نشسته منتظر، تا که سود آید به بذل آید مصر. چون ببیند کاله‌ای در ربح بیش، سرد گردد عشقش از کالای خیش. گرم زان مانده است با آن کو ندید، کاله های خیش را ربح و مزید. ربح یعنی سود، مزید یعنی زیاد شدن و بیشتر شدن. دومین عاملی که باعث میشه که جاذبه ها در نظر ما از فروغ بیفتن، توبه است. از نظر مولانا توبه واقعی جذابیت گناه رو باید از بین ببره. اگر کسی واقعا توبه کرده باشه و همچنان در خودش نسبت به لذاتی که از اونها توبه کرده تمایل بیابه، باید بدونه که به راستی توبه نکرده. واقعا از خواهران عزیزم بانوان گرامی عذرخواهی میکنم که این داستان رو عرض میکنم. مولانا داستان توبه نصوح رو برای همین موضوع آورده. یک مردی بود که صورتش مثل زنان بود، یعنی ریش و سبیل نداشت، ولی مرد کاملی بود، یعنی از جهت قوه جنسی و شهوت در اوج بود. این آدم به خاطر اینکه ظاهرش یک کمی زنانه بود، اومده بود رفته بود توی حمام زنانه و دلاک شده بود و خب در طول روز زنها رو میدید، به بدن زنها دست میزد و به این ترتیب لذت میبرد. اتفاقی افتاد، در واقع یک گوهری از یکی از زنهای خانواده پادشاه گم شد و قرار شد که تمام کسانی رو که تو حمام هستن بگردن، همه جاشون رو هم تفتیش کنن و اینجا نصوح فهمید که اگر او رو تفتیش کنن میفهمن که مرد بوده و همه به او اعتماد کرده بودن و او حتما کشته میشه. اونجا میگه خدایا من اگر از این مخمسه نجات پیدا کنم دیگه هیچ وقت این کارو نمیکنم و کاملا توبه میکنم. قبل از اینکه نوبت جستجو و تفتیش به نصوح برسه، اون گوهر پیدا میشه و بعد همه میان پیش نصوح و نصوح میخواد از کار خودش استعفا بده بیاد بیرون. اصرار میکنن که بمونه و به کار خودش ادامه بده. واقعا از شما عذرخواهی میکنم دوستان، طبیعتاً برای یک مرد جوانی که نیازهای جنسی داره، بودن در میان خانم‌ها در حمام و دیدن اونها و دست دادن به اونها جاذبه داره و این شخص طبیعتاً این جاذبه براش همیشه وجود داشته. اما الان که توبه کرده، مولانا میگه تمام اون جاذبه از بین رفت. اگر او سر سوزنی هنوز در خودش نسبت به این موضوع میل میافت، این معناش این بود که او توبه واقعی نکرده. بعد از آن آمد کسی که از مرحمت، دختر سلطان ما میخواندت. دختر شاهت همی خواند بیا، تو رو دعوت کرده که دوباره دلاکی کنی. تا سرش شویی کنون ای پارسا،
جز تو در لاکی نمیخواهد دلش، که بمالد یا بشوید با گلش. گفت رو رو دست من بیکار شد، وین نصوح تو کنون بیمار شد. رو کسی دیگر بجو اشتاب و تفت، که مرا والله دست از کار رفت. بلافاصله بعد از داستان توبه نصوح، مولانا داستان خر و روباه آورده و میگه که من این داستان رو برای شما میگم تا این نکته رو توضیح بدم که شیرینی توبه واقعی هیچ جایی برای شیرینی گناه باقی نمیگذاره و اگر کسی توبه کرد و همچنان گناه رو شیرین یافت دچار زیان ابدی میشه. حکایت در بیان آن که کسی توبه کند و پشیمان شود و باز آن پشیمانی ها را فراموش کند و آزموده را باز آزماید، در خسارت ابد افتد، چون توبه او را ثباتی و قوتی و حلاوتی و قبولی مدد نرسد، چون درخت بیوی خروز زرتر و خوشتر شود. نعوذ بالله. یعنی به خدا پناه میبریم از اینکه چنین توبه ای داشته باشیم. سومین عاملی که باعث میشه جاذبه های دنیایی در نظر انسان از جلوه و جلا بیفتند عشقه. عشق حتی اگر عشق به یک انسان باشه میتونه این خصوصیت رو داشته باشه، ولی مولانا درباره عشق خداوند داره صحبت میکنه. به نظر مولانا عشق چشمان انسان رو سیر میکنه. عشق انسان رو از گداچشمی نجات میده. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا. عشق باعث میشه که انسان دیگه به هیچ امر پست و فرودینی توجه نکنه. تمام زیبایی های دنیا که پست و فرودین هستن برای شخص عاشق جاذبه خودشون رو از دست میدن. ببینید چه ابیات لطیفیه دوستان. واقعا غزل مثنوی که میگن اینا در قالب مثنوی غزل هستن. چون تو را دیدم بدیدم خیش را، آفرین آن آینه خوشکیش را. چون تو را دیدم محالم حال شد، جان من مستغرق اجلال شد. نشانه این که من غرق اجلال و بزرگی شدم چیه؟ در بیتهای بعدی میگه چون تو را دیدم خود ای روح البلاد، مهر این خورشید از چشمم فتاد. وقتی که درخشش تو رو دیدم تمام درخشش خورشید از چشم من افتاد. گشت عالی همت از تو چشم من، جز به خواری ننگرد اندر چمن. من وقتی که تو رو دیدم و زیبایی تو رو، تمام زیبایی های طبیعت در نظر من سرد و بی فروغ شدن. نور جستم خود بدیدم نور نور، حور جستم خود بدیدم رشک حور. یوسفی جستم لطیف و سیمتن، یوسفستانی بدیدم در تو من. در پی جنت بودم در جستجو، جنتی بنمود از هر جزو تو. و چهارمین عاملی که میتونه جاذبه ها رو در نظر انسان سرد و بی‌فروغ کنه توحیده، که موضوع اصلی این حکمت هم همین بود که وقتی که خانم بلقیس توحید رو فهمید و لا اله الا الله رو در واقع فهمید، این مسئله باعث شد که غیر خدا در نظر او از جلوه و جلا بیفته. شخصی که خدا رو به یگانگی شناخته و به او نزدیک شده، در برابر نور خیره کننده وجود خدا همه چیز رو کوچک و حقیر میابه. درست مثل کسی که در مجاورت خورشید قرار داره. شعله شمع برای کسی که در مجاورت خورشید قرار داره هیچ درخششی نداره. بنابراین تفسیر مولانا از کلمه توحید اینه که شخص با دریافتن خدا همه ما سوی الله رو هیچ میبینه، نه هیچ میابه، نه هیچ میاندیشه، نه هیچ میبینه. دوستان این نکته خیلی مهمه. واقعا کسانی که ایمان به خدا دارن و عبادت میکنن خدا رو باید مدام با این معیار خودشون رو بسنجن و ببینن آیا این ایمان اونها رو از ترس، از بددلی، از بدگمانی، از وسوسه، از جذب مسائل پست شدن نجات داده یا نه. اگر نجات داده که بسیار عالی، اگر نه که باید در ایمان خودش تجدید نظر کنه. یه بنده خدایی میگفت که اون موقع که آقای رفسنجانی در اوج قدرت بود و همه مملکت در واقع در دست ایشون بود، برای بازدید به یک سازمانی میخواست بره و در اون سازمان یه آقایی بود که این آقا خیلی رک بود و معترض بود و هر خطایی که میدید بدون هیچ ترسی اون رو مطرح میکرد.
اون روز که آقای رفسنجانی میخواست به اون سازمان بره، مدیران اون سازمان گفتن اگر این آقا تو جمع باشه احتمال زیاد داره که پاشه و اعتراض کنه و آبروریزی کنه جلو آقای رفسنجانی و در واقع ایرادهای مجموعه ما یا ایرادهای کشور رو بذاره کف دست ایشون. بنابراین سعی میکردن که او رو یه جوری از این جلسه دور کنن که در جلسه حاضر نباشه. بعد از او پرسیدم که واقعا شما نمیترسید در جلو رئیس جمهور مملکت وایسید بدون هیچ گونه ترسی این همه ایراد بگیرید و نقدها رو بگید و اصلا باکی به خودتون راه ندید؟ گفت به هیچ وجه نمیترسم. گفتن چرا؟ گفت من روزی چند بار میگم الله اکبر، یعنی خدا از همه چیز بزرگتره. مگر ممکنه که من بزرگی خداوند رو درک کرده باشم و اون وقت بزرگی رئیس جمهور در نظر من درخششی داشته باشه، جلوه و جلایی داشته باشه، یا بالاتر از رئیس جمهور یا بالاترین قدرت جهان در واقع؟ این حرف خیلی حرف عمیقیه واقعا دوستان. اگر کسی حقیقتاً عشق به خداوند داشته باشه و خدای بزرگ بی‌نهایت در وجود او جا داشته باشه و حاضر شده باشه، این شخص در واقع عشق خداوند رو داشته باشه، نشانش اینه که این اتفاقا براش میفته و جاذبه های پس و فرودین دنیایی به طور کامل در نظر او لا میشن به تعبیر مولانا. امیدوارم این حکمت ها رو واقعا نوش جان کنید دوستان عزیزم. بریم سراغ حکمت بعدی که اینم شاهکار واقعا برای خودش. حکمت 21. ای خنک آن را که از این ملکت بجست، که اجل این ملک را ویرانگر است. خیز بلقیسا بیا باری ببین، ملکت شاهان و سلطانان دین. شسته در باطن میان گلستان، ظاهر آهادی میان دوستان. بوستان با او روان هر جا رود، لیک آن از خلق پنهان می شود. میوه ها لابه کنان کز من بچر، آب حیوان آمده کز من بخر. طوف می کن بر فلک بی پر و بال، همچو خورشید و چو بدر و چون هلال. چون روان باشی روان و پای نی، میخوری صد لوت و لقمه خای نی. نه نهنگ غم زند بر کشتیت، نه پدید آید ز مردن زشتیت. هم تو شاه و هم تو لشکر هم تو تخت، هم تو نیکوبخت باشی هم تو بخت. گر تو نیکوبختی و سلطان زفت، بخت غیر توست روزی بخت رفت. تو بماندی چون گدایان بینوا، دولت خود هم تو باش ای مجتبی. چون تو باشی بخت خود ای معنوی، پس تو که بختی ز خود کی گم شوی. تو ز خود کی گم شوی ای خوش خصال، چون که عین تو را شد ملک و مال. این ابیات هم باز در ضمن داستان بلقیس و سلیمان اومده. ای خنک آن را که از این ملکت بجست، که اجل این ملک را ویرانگر است. ای خنک یعنی خوشا به حاله، ملکت یعنی حکومت. خوش به حال کسی که از این حکومت‌های دنیایی جست و رهایی پیدا کرد. چرا؟ که یعنی زیرا که اجل ویرانگر این حکومت هاست. یعنی ملک ها و حکومت های دنیایی پایدار نیستن، ماندگار نیستن و هرچه نپاید دلبستگی را نشاید، به تعبیر سعدی شیرین سخن. چون حکومت ها و قدرت های دنیایی دیری نمی پایند و به سرعت از بین میرن، خوش به حال کسی که به امور فانی وابستگی پیدا نمیکنه. این موضوع خیلی موضوع مهمه، بحث ناپایداری دنیا و فناپذیری دنیا. خیز بلقیسا بیا باری ببین، ملکت شاهان و سلطانان دین. ای بلقیس حکومت ظاهری خودت رو رها کن، پاشو بیا حکومت شاهان دین رو ببین. دوستان سلطانان واقعا فقط برای وزن شعر اومده، شاهان دین کافی بود. شاهان دین یعنی دینداران بزرگ، کسانی که به خوبی از دین استفاده کردن. اینا چه ویژگی هایی دارن؟ کسانی که دیندار واقعی باشن. شسته در باطن میان گلستان، ظاهر آهادی میان دوستان. شسته یعنی نشسته. این آدما تو جمع نشستن، دارن با آدما حرف میزنن، با دوستانشون صحبت میکنن، اما در درونشون توی گلستان نشستن. اون شعر سعدی رو به خاطر دارید که هرگز حضور حاضر غایب شنیده اید، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. ممکنه انسان تو جمع باشه، اونم یه جمع خیلی معمولی و مشغول صحبت کردن با اونها باشه، اما در همون لحظه دلش در یه گلستانی باشه،
جانش در اوج آسمان باشه. همنشینت من نیم سایه من است، برتر از اندیشه ها پایه من است. این قبیل آدم ها ظاهرا میان دوستانشون نشستن دارن حرف میزنن، اما واقعا در باطن در گلستان به سر میبرن. این قبیل آدم ها ویژگی بعدیشون اینه: بوستان با او روان هر جا رود، لیک آن از خلق پنهان می شود. اینا هر جا که میرن گلستان رو با خودشون میبرن، بوستان رو با خودشون میبرن. دیدید بعضی آدم ها یک سگی، یک گربه‌ای دارن، یک گوسفندی دارن، هر جا که میرن اون حیوان دنبالشون میره. این آدما در یک وضعیتی هستند که بوستان و باغ با اونها حرکت میکنه. یعنی چی؟ یعنی همواره داخل گلستانن، حتی اگر به ظاهر توی بیابونی باشن. میوه ها لابه کنان کز من بچر، آب حیوان آمده کز من بخر. چریدن دوستان امروز فقط برای حیوانات استفاده میشه، ولی در متون گذشته از جمله در شاهنامه فردوسی چریدن به معنی خوردن و بهره گرفتن فراوان اومده. مولانا هم چریدن رو به معنی خوردن خیلی به کار برده، یعنی معنی منفی نداره. میوه ها میان التماس میکنن، میگن تو رو خدا بیا از ما بخور. دوستان خیلی زیباست واقعا ها. آدمی که وجودش برکت بشه برای هستی، آدمی که نعمتهای خدا رو میخوره و اونها رو به ظلم تبدیل نمیکنه، اونها رو به دیگرآزاری تبدیل نمیکنه، نعمتها رو به خیرخواهی و نیکاندیشی و نیکوکاری تبدیل میکنه. میوه ها آرزو دارن که در واقع توسط چنین کسی خورده بشن. میوه ها لابه کنان کز من بچر، آب زندگی هم اومده و میگه تو رو خدا بیا از من بخور. آب زندگی یعنی آب زلال، آب شفاف، آب گوارا. منظور اون آب حیاتی که در داستان خضر هست نیست. میوه ها و آب ها میان و میگن از ما بخور، التماس میکنن. طوف میکن بر فلک بی پر و بال، همچو خورشید و چو بدر و چون هلال. طوف کردن یعنی گردش کردن. انسان میتونه بدون پر و بال در اقصا نقاط آسمان پرواز کنه و بگرده. شاید در خواب در واقع دیدید که پرواز میکنید و چقدر حالت خوشیه در واقع. همونجوری که خورشید و ماه و هلال، در واقع ماه چه در حالت بدر باشه چه هلال، بدون پر و بال پرواز میکنن، ما انسان ها هم میتونیم بدون پر و بال پرواز کنیم. چون روان باشی روان و پایینی، میخوری صد لوت و لقمه خاینی. نه نهنگ غم زند بر کشتیت، نه پدید آید ز مردن زشتیت. اگر ما روان باشیم یعنی حرکت کنیم بدون پا و غذا بخوریم بدون اینکه چیزی بجویم، اون وقت دیگه غم به طور کامل از زندگی ما خارج میشه. لوت یعنی غذا، لقمه خواه یعنی جونده لقمه، یعنی خورنده لقمه. نظر مولانا اینه که تنها راه سیر شدن و غذا خوردن این نیست که ما یک غذایی رو تو دهنمون بذاریم و بجویم و سیر بشیم. ما از راههای خیلی زیاد دیگری بدون جویدن غذا میتونیم سیر بشیم. از راه ذکر، از راه مراقبه، از راه نور، از راه علم، از راه خدمت، از راه آگاهی و از راه عشق ما میتونیم سیر بشیم بدون اینکه چیزی بجویم. اگر به این وضعیت برسید، نه نهنگ غم زند بر کشتیت، نه پدید آید ز مردن زشتیت. خیلی از وقتا ما از مرگ میترسیم چون مرگ زشتی ما رو آشکار میکنه. مرگ مثل یه آینه است که خود واقعی ما رو به ما نشون میده. اما اگر ما جان زیبا و شکوهمندی داشته باشیم، وقتی که بر اثر مرگ جسم ما به کنار میره، ما به تماشای زیباترین صحنه دنیا میشینیم. بنابراین مرگ زشتی و از ما آشکار نمیکنه، بلکه زیبایی ما رو آشکار میکنه. اگر این اتفاق بیفته، او وقت تو خودت میشی شاه، خودت میشی لشکر، خودت میشی تخت، خودت میشی بخت، خودت هم میشی نیکبخت. اینا رو داره به بلقیس میگه که میخواد از حکومت بگذره، از شاهی بگذره و به همه ما میگه. از اینجا در واقع مسئله بخت رو مطرح میکنه. مسئله اصلی اینه که به نظر مولانا اگر ما به امور بیرونی خوشبخت باشیم، هر زمانی ممکنه که اون امور بیرونی رو از دست بدیم و بدبخت بشیم. اما اگر ما خودمون بخت خودمون باشیم و بختمون رو از درون خودمون بگیریم، هیچ وقت ما از خودمون غایب نمیشیم. بنابراین هیچ وقت ما بدبخت نمیشیم، همواره ما نیکبختیم. دوستان اگر فرصت کردید این بیت‌ها رو حفظ کنید، اجازه بدید ذهن شریف شما جایگاه این کلمات واقعا نورانی و بدون نفس باشه. هم تو شاه و هم تو لشکر هم تو تخت، هم تو نیکوبخت باشی هم تو بخت. گر تو نیکوبختی و سلطان زفت،
بخت غیر توست، روزی بخت رفت. تو بماندی چون گدایان بینوا، دولت خود هم تو باشی مجتبی. اگر تو پادشاه بزرگ باشی، زفت یعنی بزرگ، و بخت تو به خاطر حکومتت باشه، به خاطر ثروت و قدرتت باشه، بخت تو غیر توه. احتمال داره که یک روزی این بخت از تو جدا شه. و وقتی که بخت از تو جدا شد، یعنی حکومت و ثروت و قدرتت رفت، تو بینوا میمونی مثل گدایان. بهتره که دولت تو خودت باشی. دولت یعنی سعادت، یعنی اقبال. سعادت تو اگر خودت باشی، دیگه هیچ وقت این سعادت از دست نمیره. چون تو باشی بخت خود ای معنوی، پس تو که بختی ز خود کی گم شوی. اگر تو بخت خودت باشی، هیچ وقت از خودت گم نمیشی. بنابراین خوشبختی در درون خودته. تو ز خود کی گم شوی ای خوش خصال، چون که عین تو را شد ملک و مال. اگر ذات تو مال تو باشه، یعنی مال تو خودت باشی، دارایی تو خودت باشی، اون وقت دیگه تو هیچ وقت گم نمیشی و بختت هم گم نمیشه، سعادتت هم گم نمیشه. خیلی از آدم ها به دارایی هاشون وابسته هستن و وقتی دارایی ها رو ازشون میگیرید، هیچی براشون باقی نمیمونه. اما کسانی هستن که تمام دارایی هاشون هم از دست بدن، بازم بزرگن، بازم سیرن، بازم بی‌نیازن و بازم شکوهمندن. بنابراین فعل اصلی زندگی اونها بودنه، نداشتن. دوستان، این حکمت فوق‌العاده زیبا درباره چند تا موضوع صحبت کرد که من راجع به بخت یک کمی صحبت میکنم. در حکمت‌های قبلی هم باز یه بحثی راجع به نوادر و استثناها و قاعده ها داشتیم. دوستان، عموم ما انسان‌ها به دنبال نیکبختی و شادکامی هستیم، ولی خیلی کمن کسانی که به خوشبختی واقعی دست پیدا میکنن و با لذت و شادی زندگی میکنن. یک دلیل اصلی این ماجرا اینه که ما نیکبختی رو در بیرون از خودمون جستجو میکنیم و همیشه در انتظاریم که یه اتفاقی رخ بده که ما رو نیکبخت بکنه. خیلی از افراد این اتفاقی که باعث نیکبختی میشه رو در یک رابطه جستجو میکنن و یک عمر در انتظار کسی میشینن که از راه برسه و نیکبختی رو به اونها هدیه کنه. عده‌ای هستن که در انتظار اینن که ثروتی به دست بیارن و خوشبخت بشن. عده‌ای در انتظار اینن که بچه‌ای به دست بیارن و خوشبخت بشن. عده‌ای در انتظار اینن که قدرتی به دست بیارن و خوشبخت بشن. اما دوستان عزیزم، امور بیرونی میتونن باعث لذت و شادی ما بشن، ولی باید بدونیم که شادی واقعی و بخت واقعی باید در درون ما جستجو بشه. کسی که به تنهایی شادمان نباشه، هیچ رابطه‌ای و هیچ ثروتی و هیچ قدرتی نمیتونه او رو شادمان و خوشبخت کنه. تحقیقات فراوانی که روی برندگان لاتاری ها انجام شده نشون میده که عموم برندگان لاتاری بعد از 3 ماه یا کمتر از 3 ماه به اون وضعیت پیشین خودشون برمیگردن. یعنی اگر قبل از برنده شدن اضطراب و افسردگی و نگرانی داشتن، بعد از برنده شدن در لاتاری باز هم افسردگی به سراغشون میاد. به نظر مولانا درست اینه که ما راه لذت رو در درون خودمون جستجو کنیم. راه لذت از درون دان نز برون، ابلهی دان جستن قصر و حصون. آن یکی در کنج مسجد مست و شاد، وان دگر در باغ ترش و بی مراد. بنابراین به نظر مولانا سرچشمه شادی و لذت در درون ماست و از درون ما به بیرون باز میتابه. یه داستانی مولانا آورده خیلی کوتاه ولی درخشان که شمس تبریزی هم در مقالات آورده. یک صوفی در درون باغی سرش رو روی زانوش گذاشته بود و چشماشو بسته بود، در حالت مراقبه بود. یک کسی بهش گفت که سرتو بیار بالا و به این همه زیبایی و نعمت نگاه کن. او گفت من همین الان داشتم همین کار رو انجام میدادم. اصل این باغ‌ها و زیبایی‌ها در درون منه و از درون منه که این زیبایی‌ها بر بیرون باز تافتن. بنابراین آنچه که زیبایی است در درون ماست و آنچه که در بیرونه بازتاب زیبایی درونی ماست. صوفی در باغ از بحر گشاد، گشاد یعنی بست، یعنی شادی درونی، صوفیانه روی بر زانو نهاد. پس فرو رفت او به خود اندر نغول، شد ملول از صورت خوابش فضول. ملول صفت، فضول در واقع فاعل جمله است. یه شخص فضولی از این که این شخص در حالت خوابه ملول شد، خسته شد. که چه خسبی آخر اندر رز نگر، رز یعنی باغ، این درختان بین و آثار و خضر.
امر حق بشنو که گفتست انظروا، سوی این آثار رحمت آر رو. گفت آثارش دل است ای بوالهوس، آن برون آثار است و بس. باغها و سبزه ها در عین جان، بر برون عکسش چو در آب روان. آن خیال باغ باشد اندر آب، که کند از لطف آب آن اضطراب. باغها و میوه ها اندر دل است، عکس لطف آن بر این آب و گل است. گر نبودی عکس آن سرو سرور، پس نخواندی ایزدش دارالغرور. دارالغرور یعنی سرای فریب. علت این که این جهان سرای فریبه اینه که بازتاب ها و عکس ها توش زیادن، اصل ها توش کمن. این غرور آن است، یعنی این خیال هست از عکس دل و جان رجال. جمله مغروران بر این عکس آمده، بر گمانی کین بود جنت کده. می گریزند از اصول باغ ها، بر خیالی می کنند آن لاغ ها. چون که خواب غفلت آیدشان به سر، راست بینند و چه سود است آن نظر. پس به گورستان غریو افتاد و آه، تا قیامت زین غلط وا حسرتا. ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد، یعنی او از اصل این رز بوی برد. پس مرگ پیش از مرگ باعث میشه که ما بفهمیم اصل باغ‌ها در درون ماست و اون چیزی که در بیرون میبینیم عکس هستن. دوستان ممکنه سوال در ذهنتون ایجاد بشه، به اختصار میگم. ببینید یه باغ بسیار زیبا رو در نظر بگیرید. شما توی این باغید و همون لحظه یه خبر غم انگیز به شما میدن، یا کسی که دوستش دارید باش دعواتون شده، اون وقت میبینید تمام این باغ در نظر شما زشت میشه. و اگر شما حالتون خوب باشه، همون باغ در نظر شما زیبا میشه. بنابراین زیبایی از چشم ما بر ما باز میتابه، وگرنه همون موقع که ما داریم از باغ لذت میبریم، یه آدم غمگین اگر تو اون باغ باشه از اون باغ هیچ لذتی نمیبره. بنابراین کسی که همواره در بیرون به دنبال شادی میگرده شکارچی سایه است. روشنه که شکارچی سایه از تلاش خودش هیچ نصیبی نمیبره و فقط عمر خودش رو تلف میکنه. یک لحظه در نظر بگیرید یه پرنده بالا پرواز میکنه، سایه‌اش افتاده رو زمین. یه کسی میاد به اون سایه ها تیراندازی میکنه، تمام تیرهاش تموم میشه ولی هیچ شکاری به دست نمیاره. فقط باید کلش رو بچرخونه به طرف بالا تا بفهمه اصل این پرنده تو آسمونه، سایه‌اش افتاده رو زمین. منظور از پرنده تو آسمون دل ما و درون ماست و سایه‌اش زیبایی‌های بیرونی هستن. ما برای خوشبختی میریم سراغ زیبایی‌های بیرون، لذات بیرون، ولی زیبایی واقعی در درون ماست. مرغ بر بالا پران و سایه‌اش، می‌دود بر خاک پران مرغ وش. ابلهی صیاد آن سایه شود، می‌دود چندان که بیمایه شود. بی خبر کان عکس آن مرغ هواست، بی خبر که اصل آن سایه کجاست. تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود از جستجو. ترکش عمرش تهی شد عمر رفت، از دویدن در شکار سایه تفت. مولانا در بیتایی که الان براتون میخونم باز به این موضوع اشاره میکنه که ما عکس طوطی درونمون رو بر این و اون میبینیم و دنبالشون میریم، در حالی که وظیفه ما بازگشت به درون خودمونه. طوطی کاید ز وحی آواز او، پیش از آغاز وجود آغاز او. اندرون توست آن طوطی نهان، عکس او را دیده تو بر این و آن. میبرد شادیت را تو شاد از او، میپذیری ظلم را چون داد از او. بنابراین از نظر مولانا بخت و سعادت و لذت در درون ماست و ما اگر در درون خودمون اینا رو پیدا کنیم هیچ وقت اینا رو از دست نمیدیم. دوستان در درونی بودن لذت و بخت من به 4 تا نکته به سرعت اشاره میکنم و بحثم رو تمام میکنم. نکته اول اینه که از نظر مولانا شادی و بخت درونیه، ولی باید بدونیم که امور بیرونی هم میتونن باعث سعادت و شادی بشن، ولی در این صورت حتما اون امر بیرونی باید با چیزی در درون ما منطبق باشه تا موجب شادی بشه. ببینید شما عاشق قرمه سبزی هستید، یک کسی دیگه از اعضای خانواده شما حالش از قرمه سبزی به هم میخوره. پس این خوشمزه بودن قرمه سبزی از درون شما سرچشمه میگیره، به خودی خود در عالم بیرون خوشمزه نیست یا بدمزه نیست. خود شما هم وقتی سیر میشید دیگه از قرمه سبزی لذتی نمیبرید، یه لقمه بیشتر بخورید حالتون بد میشه. بنابراین لذت بیرونی، شادی بیرونی، کامیابی بیرونی باید با چیزی در درون ما منطبق بشه تا باعث نیکبختی ما بشه.
بنابراین امر بیرونی به تنهایی موجب شادی و خوشبختی و خوشحالی نمیشه. از اینجاست که ما در میابیم شادی یک امر شخصیه و این انطباق بیرون و درون برای همه آدم‌ها به یک شکل و یک کیفیت اتفاق نمیفته. بنابراین اون چیزی که منو نیکبخت میکنه حتما باعث نیکبختی شما هم نمیشه. شما راه ویژه خودتون و درون خودتون رو دارید. استاد مارتین سلیگمن میگه شادی اصیل از افزایش شادی خودتان حاصل میشود، نه از درجه بندی خود در مقایسه با دیگران. نکته دوم اینه که دوستان تأکید بیش از حد بر سعادت درون و شادی درون و انکار سرچشمه‌های بیرونی لذت و شادی برای بدنه اصلی جامعه که توانایی رسیدن به اون سطح والای عرفانی رو ندارن ممکنه زیانبار باشه، به خاطر اینکه باعث میشه که اونها به سودای دست یافتن به لذات دست نیافتنی از اون چیزهایی هم که دارن در واقع صرف نظر کنن و این باعث ترک‌کامی اونها بشه. دوستان ما به عنوان یه معلم، به عنوان یه آدم دلسوز حق نداریم هدفی رو به دیگران نشون بدیم که نتونن بهش برسن و اون وقت اون چیزی رو که دارن دیگه ازش لذت نبرن. بنابراین خیلی خوبه که ما با توجه به سطح مخاطبانمون بر درونی بودن یا بیرونی بودن بخت و شادی و اینها تاکید کنیم، ولی به هر حال باید توجه داشته باشیم که سرچشمه اصلی در درون ماست و اگر به شکل افراطی به دنبال شادی ها و لذات بیرونی باشیم احتمالاً خودمون رو از دستیابی به شادی حقیقی محروم می‌کنیم. خیلی خوبه که در عین بهره‌گیری از سرچشمه‌های بیرونی شادی و لذت و نیکبختی همیشه به درون خودمون هم توجه کنیم و تلاش کنیم که در درونمون بخت خودمون رو پیدا بکنیم. مقایسه حال شاهان و شاهزادگان و ثروتمندان با حال دانشمندان و عارفان و هنرمندان به خوبی نشون میده که شادی‌های گروه دوم به مراتب از شادی‌های گروه اول عمیق‌تر، اصیل‌تر و ماندگارتره، به خاطر اینکه در درونشون اینا رو پیدا کردن. نکته سوم اینه که دوستان دنیای بیرون به طور کامل در اختیار ما نیست، ولی دنیای درون ما تا حد زیادی در اختیار ماست و در دایره نفوذ ما قرار داره. بنابراین اگر ما بخت و سعادت رو در بیرون خودمون جستجو کنیم، چون خیلی از عوامل از اختیار ما بیرونن ممکنه که واقعا بهش نرسیم، ولی اگر در درون خودمون جستجو کنیم چون درون ما تا حدی در اختیار ماست احتمال این که به بخت برسیم در درونمون بیشتره. و نکته آخر اینه که جهان بیرون دائم در حال تغییره. مولانا در بیت اول گفت به حکومت دنیای دل نبند چون ناپایداره و گره زدن شادی و سعادت خود به امور ناپایدار در واقع پیوند زدن خود به امور بی ثباته و به همین خاطره که میگیم بیرونی دانستن بخت و شادی به احتمال زیاد باعث رنج و درد ما خواهد شد. دوستان این حکمت زیبا رو هم به پایان میرسونیم. انشالله جلسه بعد حکمت‌های 22, 23 و 24 رو با هم میخونیم. امیدوارم که این بحث براتون مفید بوده باشه و خسته نشده باشید.